وقتی جو بایدن سال 2021 به حیث رئیس جمهور آمریکا سوگند کرد، کامالا هریس اولین زنی بود که به مقام معاون رئیس جمهور پذیرفته شد و اولین زن است که والدانش سیاه‌پوست و آسیایی هستند. در سخنرانی پس از پیروزی در انتخابات سال 2020 به راه پیموده‌اش اشاره کرد. شاید من اولین زن در این مقام باشم، ولی آخرین نخواهم بود، زیرا هر دخترک که ما را تماشا دارد می‌بیند که اینجا کشوری امکانات است. کامالا هریس در مقام معاون پرزیدنت اساساً پس صحنه کار می‌کرد. بایدن به او دستور داده بود که بحران مهاجرت از مرزهای جنوبی به آمریکا را حل کند که از نظر بسیاری‌ها یک مسئله حل ناشدنی است. کار او هم در این زمینه موفقیتی نظررسی نداشته است، ولی بعداً در مسئله سیاست خارجی نقش مهمی گرفت و هیئت آمریکا را در کنفرانس صلح اوکراین در شویتساریا رهبری کرد. امریکا در کنار اوکراین ایستاده است، زیرا به منفعت استراتژیکش است. ما در کنار هیئت‌های 90 کشور هستیم که صلح عادلانه در اوکراین به منفعت استراتژیکشان است. کامالا هریس سال 1964 در خانواده مهاجران از هند و یامایکا به دنیا آمده است. او حقوق شناسی خوانده، به حیث مفتش کار کرده و به مقام دادستان زادگاهش ایالت کالیفرنیا رسیده است. او را در مبارزه با جنایتکاری سختگیر نامیدند، ولی عین زمان برای بی اهمیتی به بی‌رحمی پلیس و نابرابری نژادی تنقید کردند. سال 2017 وکیل ایالت کالیفرنیا در سنات پالاتای بالایی کنگره آمریکا انتخاب شد. 2 سال بعد خود را داوطلب نامزد به مقام رئیس جمهور از حزب دموکرات و رقیب دونالد ترامپ اعلام کرد. با بایدن داوطلب دیگر حزب بحث هم داشت. بعداً از رقابت بیرون شد، از نامزدی بایدن طرفداری کرد و پیشنهاد او را برای معاونی پذیرفت. عدالت نژادی در برگه‌های رأی سال 2020 است. نام جو بایدن در برگه‌های رأی است. از این رو من نامزدی جو بایدن را به حیث رئیس جمهوری آینده آمریکا پیشنهاد می‌کنم. هنگام کارزار انتخاباتی و بعد آن هم دونالد ترامپ را سخت تنقید می‌کرد. کسی که مهاجران را بدنام می‌کند، کسی که بیگانه ستیزی را رواج می‌دهد، هیچگاه نباید به میکروفون و مهر پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دست یابد. دونالد ترامپ هم این گفته‌ها را به پاسخ نمانده در سخنرانی‌های اخیرش کامالا هریس را یک سوسیالیست چپگرای تندرو نامیده است. من فکر نمی کنم که سوسیالیسم کامالا هریس به مردم دورال، میامی و فلوریدا خوش بیاید، زیرا ما در فلوریدا سوسیالیسم را خوش نداریم، ما آزادی خود را می خواهیم. کامالا هریس همچنین طرفدار سخت حقوق زنان و ابورت و یا اسقاط جنین است که بسیاری آمریکایی‌ها هم آن را می‌خواهند. نظرسنجی‌ها نشان دادند که 3/1 آمریکایی‌ها مخالف قرار دادگاه عالی هستند که سال 2022 زنان را از حق اسقاط جنین محروم کردند. دختران ما امروز نظر به بیبی‌هایشان حقوق کمتر دارند. این یک بحران طبیعی است و همه ما می‌دانیم گناهکارش کیست. دونالد ترامپ. کامالا هریس با دک امهاف، یک حقوق شناس، ازدواج کرده است. 2 فرزند امهاف مادر-اندرشان را معمولا نامیبرند. در نظرسنجی‌ها کامالا هریس مثل بایدن طرفدار کمتری دارد، ولی حالا باید دید در کارزار با سرعت تغییر یابنده انتخاباتی او چگونه دل رای دهندگان را به دست می‌آورد.